با درود بر شما ملت نمک نشناس، از صدای دروغگویان در خدمتتون هستم. دیروز در نشست سران شورای امنیت سازمان ملل، نماینده ما وزیر امور خارجه ما که خیلی هم نابغه هستن و در انواع اقسام زبانها اصلا شماره 1 هستن هم حضور داشتن و در این نشست از روی کاغذ متنی رو برای دنیا خوندن که البته صدای شما هستن. رأی دادین بهش دیگه نه؟ که البته در این متن همچون که گفتم سخنان شما و ایران و ایرانیان به دنیا منتقل شد که متن سخنان رو من امروز افتخار دارم که برای شما هم تکرار کنم. در سخنان نشست شورای امنیت ملی برای نقش ما در ژئوپلیتیک و دنیا به این گونه بود: Is it a mine kai tu is that a mine kai to der station restoration to security to the region, Mr. President, Your Excellency Netanyahu seeks his own political in war and survival of the Israeli regime relies on a regional crisis and spilling over conflict. دیدید چقدر وزیر امور خارجه شما با این نابغه بودن و این خبره بودن این زبان رو مانند رستم بر زمین کشاندن و اصلا مدل دیگری به دنیا سخنان شما را رساندن. البته درستش اگه ما واقعیت رو بخوایم به این گونه باید باشد: It is the main key to the restoration of the security to the region. Mr. President and your